همیشه دستکاری کردن هر چیزی که باشد، خواه معلومات است، خواه آمار است، هر چیزی که باشد با هدف مشخص می شود، یا سیاسی است یا اقتصادی است یا اجتماعی است. اگر مشخصا روی آمار مهاجرت اگر صحبت کنیم، چرا؟ ما میدونیم که روسیه کشوری هست که با بحران دموگرافی روبرو است. یعنی سال تا سال اهالی بومی خود روسیه کم می شود و ایره در علم دموگرافی دپاپولیاسیون میگه. روسیه سالهاست که برنامه دارد که از حساب مردمان دیگر، خصوصا از حساب کشورهای همسایش، همین کمشوی اهالی را جبران کنه. خب با کشورهایی که عضو شوروی سابق بودن امتیاز داد که مردمش به شکل ساده‌تر اینجا بکوچند، شهروندی بگیرند و از این حساب اهالیش جبران کنند، کم شدن اهالی. اما این موضوع هویتی را به وجود آورد در روسیه. یعنی توتلنی ناتسیا، ملت اصیل یا اصلی در روسیه اگر روس‌ها باشند، ملت‌های دیگری که به اینجا کوچیدن آمدن دارد شمارشان از روس‌ها زیادتر می شود و این بحران هویتی در سطح دانشمندان، در سطح حکومت، حتی در سطح مقامات استخباراتی روسیه همیشه موضوع بحث کلان است. شما اگر توجه کرده باشید، همین فیلسوفی که پیری معنوی پوتین گفته میشه، دوگین، این آدم درباره تاجیک‌ها چند روز پیش یک نظر داده بود. گفته بود که تاجیک‌ها مثلا مردم ترک تبار نیستند، از نگاه ارقی و نژادی به اسلاویان‌ها نزدیکتر هستند، زبانشان زبان ما از یک ریشه است، اینا تیزتر میتوانند که با ما آمیزی شوند، بگذار مثلا اسلام را رها کنن و این چیزهای خودشون بیان اسلاویان شوند و مسیحی شوند، یعنی روس‌ها. یعنی این گونه هدف است. به همین خاطر این دستکاری و هر چیزی که تبلیغات میشد علیه مهاجران یک هدفش این است. هدف دیگر چی است؟ هدف دیگر این است که مهاجران در تمام دنیا این شب و روز یک وسیله بازی هستند. در روسیه که با مشکلات کلان روبرو هست، بحران اوکراین، بحران مناسبتش با غرب، در مقابله با چین از دست دادن بعضی حوزه‌های نفوذش، آسیای مرکزی، امروز در علم سیاست شناسی و جامعه شناسی دنیا یک روند تازه را دانشمندان بهاگذاری میکنند، یعنی روندی کم شدن نفوذ روسیه در آسیای مرکزی. و این مهاجرایی که از این کشورها متاسفانه بیشتر از در روسیه، اینها را به عنوان یک وسیله بازی گرفته است و میخواهد که خب بعضی هدفهایی که دارد از طریق این دستکاری و تبلیغاتی که علیه مهاجران صورت میگیره و این وسیله برآورده کنه. بدبختی در این است که در خود کشورهای ما اگر مشخصا روی مهاجران تاجیک صحبت کنیم، همیشه مشکل کلان است. اینجا جای کار نیست. اگر مهاجران برگردن در اینجا ترکیش اجتماعی به وجود میاد، اونا کار میخوان، زندگی میخوان و حساسیت های در سطح حکومت ما وجود دارد. برای همین در روسیه این چیز بسیار خوب میدانن و خوب استفاده میکنن. گپ سر این است که روسیه آسیا مرکزی را همچون یک حوزه جنوبی ژئوپلیتیکی خودش میدونه. نه تنها حوزه، مرز ژئوپلیتیکی خودش میدونه و میخواد که همیشه این منطقه تحت نفوذ وی باقی بمانه. و این روندهایی که امروز در دنیا شروع شده است، امکان داده است که این حوزه مستقل تر باشد. یعنی از لحاظ ژئوپلیتیکی جالب شده است. قدرت‌های گوناگون جهان میخوان که جهان کاری کنن. این خطری از زیر نفوذ روسیه رفتن این منطقه آسیا مرکزی بسیار برجسته است. شما ببینید امروز مثلا فرمت‌های گوناگون همکاری است. 5+1 یعنی امریکا، آسیا مرکزی، 5+1 آلمان، 5+1 اتحادیه اروپا، ژاپن، کره، حتی عربستان سعودی، هند، چین و همه این حراس در روسیه و برآورده است که این منطقه میتونه از زیر نفوذ ما. در خود جامعه روسیه مهاجر ستیزی یا نگاه منفی داشتن به مهاجرا
در بین مردمشون بسیار بلند است و اونها این همیشه حکومتاشون انتقاد میکنن که یعنی این مهاجرا آمدن، اینا فرهنگ ما را زیر سوال میبرن، اینا مناسبت های ما را تغییر میدن، یعنی با اون چیزی که اونا دارن آمدن اونا حاکم میکنن. مقصد کشورهای مهاجرپذیر که میخوان اهالیش نسبت به مهاجرا زیاد کردن، هدفش این است که مثلا یک نفر که اومد و با فرهنگ اینجا مطابق شده، یعنی جزئی از همون جامعه شود. ولی این مهاجرای ما که رفتن از لحاظ اینکه ظرفیت هویتیشون بلند است، اینا مثلا رفتن در اونجا جمعیت خودشون تشکیل کردن. مثلا اگر یک مسلمان رفت و حجابش نپرتافت، برعکس صف حجابدارا زیاد شد. یعنی اینها رفتن در داخل جامعه روسیه خرده فرهنگ ها یا سوبکولتور میگن، اینا را ایجاد کردن و مردمی اونجا حتی دانشمنداش اینا همچون خطر به فرهنگ با جامعه خودشون بسیار اعتراضات کردن. و یک سبب این که تبلیغ میشه و مهاجرا میشه زیر فشار است، یعنی تا اندازه قناعت دادن خود اهالی بومی روسی هم هست. یعنی ما اینا را نظارت میکنیم، کنترل میکنیم و شما ببینید این شب روزها این نقطه نظرها صدا میدهد که اینا باید مکتبای خودشون نداشته باشند، اینا باید آموزش یابند، یعنی جزئی از به اصطلاح های شوند. و یک چیز باید فراموش نکنیم که حتی در زمان روسیه شاهی یکی از کنیزهای روسیه، من نامش از خاطرم رفت، و یک استراتژی روسیه را برای همیشه معین کرده بود که سه چیز اساسی آن بود. یکی همین سلاویان است، یعنی همیشه مردم سلاویانی بودن. یکی پروسلاون است که از نگاه اعتقادی همیشه پروسلاو بودن. و سومش امپریالیسم، یعنی روسیه همیشه باید یک قدرت باشه، امپریا باشه و هر کسی که مثلا در شریکی در رابطه با روسیه است، این یک مناسبتی به اصطلاح شریکی، این چیزی که در دیپلمات میگن همجواری و حسن تفاهمی، یعنی همیشه مناسبت یک امپریا به یک تابع یا زیر دستش است. طبیعی است که وقتی که شماره زیادی مهاجران در یک کشور وجود دارند، مثل همه گونه جامعه دیگر، در بین اینا هر گونه آدم ها هست. آدمی خوب هم است، بد هم است، جنایتکار هم است، آدمی درستکار هم است. یک چیز طبیعی است. مثلا شماره مهاجرای تاجیک از 1 میلیون بیشتر گفته میشه. حتما در بین این 1 میلیون هر گونه آدم است. این خیلی نیست که همه 1 میلیون جنایتکار و آدمی بد هستند. انا بدی تبلیغ همین است که میگید همه مهاجران همین است. نمیگید که مثلا بعضی از اینها غلط. انا همین یک نشانه تبلیغ همین است و این تاثیر گذاشته است. شما در شبکه‌های اجتماعی ببینید وقتی که همین گونه موضوع با وجود میاد، 90% شهروندان تایسون یا مهاجرین عیب خودمان است میگن. اما در مسئله برجسته نشان دادن آمار جنایی و این چیز در جامعه روسیه هم بحثا کلان است. چند پیشتر یک مصاحبه وزیر کارهای داخلی روسیه بود. او میگفت که برعکس پایین رفته است. ولی رسانه‌های روسیه میگن که بسیار شده است. اما حقیقت چیست ما نمیدونیم. چون که رسانه‌های روسی بیشتر تبلیغ میکنن. اونا به حقیقت حادثه آمار را نمیگیرن، تحلیل نمیکنن، مقایسه نمیکنن. که مثلا یک منصبدار گفت که همین سال شماره جنایت‌هایی که مهاجران کردن 70% است. کی اینو تحلیل کرد؟ کی اینو فکت چکینگ کرد که ببیند راست است یا دروغ است؟ یا مثلا با بیماری ها میگن. مثلا شما ببینید سطح گرفتار شوی گرفتیم به همین ویچسپیدا. شما ببینید که آمار رسمی روسیه در جامعه خود روسیه چقدر در ما اگر خطا نکنم 15,000 از چند است و شمارهشون سال تا سال کم شده ایستاده است. برعکس از روی تحلیل ها و معلوماتی که در ما است، بیشتری شهروندان که از بیرون میآیند گرفتار هستند. یعنی در داخل انگیزنده و این چیزا در ما کمتر است. وقتی که تبلیغات شد، من گفتم که تبلیغات همیشه با هدف برده میشه. در تبلیغات دیگه حقیقت میمیرد. اینجا هر نقص و ضعفی که در مهاجرت است رو میگه استفاده میکنن. در کشورهای ما میدانن
حکومت های ما میدانند که همین چیز تاثیر بد داره. تبلیغات تاثیر بد داره. همین روحیه ضد مهاجرتی که رسانه های روسی با وجود آوردن تاثیر بد داره. ولی برای همین روحیه را از بین برده کاری کم میکنن. یا امکانیت ندارن که امکانات همیشه هست. امکانات این نیست که امکانات به طور طبیعی وجود داشته باشه. امکانات میسازن. برای همین امکانات با وجود آوردن کاری کم میکنن. و یک تاثیر هویتی دارد، تاثیر بد هویتی دارد، تاثیر سیاسی دارد، تاثیر اقتصادی دارد، تاثیر اجتماعی دارد. و اگر دراز مدت این چیز حل نشود یا کم کرده نشود این تاثیر، این میتواند که خطرهای گوناگون وجود بیارد.